میشم میگه اتم کمونده نزی و چی جواب میدم که جوشی نتایده درد از دست دادن فرزند و گم کردن فرزند مادر جان منم خوشرو میدونم، منم چشتگی می درد دارم. برای منم دعا که برای فرزندای گذشته منم دعا که خداوند در روز آخرت دستگیر روز آخرت شوم. سلام علیکم برادرای عزیز. همین صورتی که در همینجا موندگیم عطایف ذکرالله محمد شریفویچ سال تولدش 7 مارس سال 1987 از سنه 4 فوریه سال 2017 به نام نشان شده. کدام نفرایی که بگه در پرامو افیر من بدن مادر همین ذکرالله برآمده بود در پرامو افیر همراه ما صحبت کرده بود، دیده بودن صحبتاشا. و اگر کدام نفرایتون که ندیده باشین از من در دوام همین ویدیو صحبت ما کردگی همراه مادر میگذارم تماشا کنین تا آخرش و التماس همین ویدیو را پدیلیت کنین برای یافتن همین برادرمون ذکرالله کمک رسونیم. واتساپ تو نکشه. او سلام علیکم خاله جان. در روی نورانیت صدقه خاله خوش آمدی. و علیکم بر سلام خوش آمدی خاله جان. توجی که ده موجود اومدگی من یکم باره که اومدم 8 تا شیر یک مادری جگر سوخته که ده حقی فرزند سوخته ایستادم. من خودم 10 تا فرزند دارم، 8 تاش دختره 2 تاش بچه. انا ای بچم فرزند دیمه در جو کار میکرد روشد این آوازی با من خودم گپ میزنم. مادر گپ میزنه بچم ای 2005 موجی شده می اومد میرفت. بعد خدا را شکر فرزنددار بودیم، عذاب کشید فرزنددار توی کردیم. 6 تا دختری من شدودگی گواره بردگی و عذاب کشیدگی مهنت کردگی خدچه زن دادیم. بعدی زن دادن خدا را شکر صاحبی فرزند شید خریبی 10-12 سال شید تویشه. اخیرون بوده که فرزندی من با مهاجری میوید. 1 سال پیش گفت که چی میشم برازدن میسپاریم. گفتم نه بچه جان همه نولانون میویم میخریم مون موده به تشویش مون مسکوه ایتا بیو براو نکن اجازه ندادیم. بعد با اینترنت افته بود کدومه را گفتیم نه یک کسا ندونی نفهمی در چی دیدگی اینترنت دیدگی چی در کار گفتیم. بعد با سال گشه 2016 خاک رجدن کرد یک کسایوف یک تاش در پیتر کار میکرد و درش در اندوشیتیا بود رگیسترچه کرد و کار کرد چکو کرد 80% چی شید رجدن شید در اندوشیتیا رجدن شید باید 100% میگرفت. در این موبین او فرزنده را رویی که ما هم خریدار بودیم بانک داشتیم. اتا جان گفت زن فرزنده مروی که بانک تر روی میکنم. اخیرون مای اوگوست بود که به ما را 50,000 رسید روی کرد. بانک هم اختم کردیم یک کم طریقشمون با اوشنی اوسوسته کندیم همو سومی روی کردگیش کار نکرد. بعد اخیرون 4 ماه اویلک شو ندادن 20 روز به کار موندن. بعد ای ششم عدل خرغن نوردین اومد ما را پرسید ما پیر کمپیر هر نو یا پینتر میگیریم 10 سال شید درونگم در هم پیش مگزین های رایونی 5 وقتی که نالوگ میشوه پیش روی نالوگ در یک پینتر میگیریم در پیش یک مگزین میشینم کار میکنم برای خاطری تو حاضر حالی هم کسبای من همیه تر استنتر اومدم و در پیش یه مگزینی جا ایستادم مگزینی نوستم همی دختریم که 5 گلاقتی بیوشی دست اومده است در جای بچه من همیه زندگی خودشه. من گلاکو را نگاه مینم موجود چیده میو یک کور مینم میره و فرزندوش نگاه مینم خشق داره شگر دخترش شو داد اینا یادم اوشید بچهش زن داد با اینا مسکوه اومد همون دخترش سبب شید من فیروت کرد که اکه دختری کلون کدگی تا بیو توشه بخو. گفتم تو خودت خونه نداری در نداری نمیخواهم که تغمت بدم تو رفته کار که صاحبی یک خونه شد جوشه پاشه. گفتم نه یا اوچه گفت خی بیو. بعد خی اومدم به همین خاطر اومدم که مقصد خرسندی هم کنم خرسندی میکنم نه که
گفتی گپا که هیچ محل فرزند من فراموش کردن نمیتونم. در دلم یه حیات خیلی یادوی های گفتم من میخوام مسکوه برم خودکارا بکنم بر پول رسیده و دستم بگیرم بکنم چیز کنم با اختان شب بام برم در کفتکوی بچم همو جده بام برم. بعد بچم های میره و 80% میشوه میوید سون نمیوه اینجا میوه میپرسن در او این دوشه تنی ادره رفتن پرسیدنش گفتن که بیویا سون نیفت است برو. بعد حتیم و روزی چورون میگیره گب میزنه فرزندش و فرزندوش و همه گب میزنه آخرون بول و دخترچش نه و گب زن شیده 2014 های بچهش 2011 های گب میزنه. بعد تلیفون میده به اوچشه میگه اتا جون گب میزنه. بعد میگه ما و اوچم گب زن میگه من حالی قطی شما گب میزنم ای کور میبرم مگزین میرم میگه همسر گب زده میبرویم میرم یک ساعت بعد اومدم شما میخونم بعد زنگ میزنم میگه گب میزنم میبرویم همه برم دیگه قطی تمام نیست میشوه. بعد گفتی گفت که رویا میروه بیدرگ میشوه و این بچه ها را میخپن میگیرن میبرن مسئله گفت همی. بعد ما هم گفتیم خیز اکه بره ایروی شرایط مونه رسید اکه دو کرد در همه مقامات داد یکون اتوید میوید نیست فقط امی اتوید تا نگاه کرد امی اتش اومد من خمیه به اخلی کردم که خیلی ای آدمیزاد شیری خون خورده است منم اقنه فهمیدم که همه وروسی خطی بنویسم یا آدم بیام خیدم بیام نکردم همی کورا پشیمان شیدم همه اتش خیلی فهمیم مسکوه کلونه ایروی که بودیتش نرسید ندونستنی که جا میرم گفت چکا میکنم بدون جاهای همه 6 دیمه کسول ای قریب 10-11 مکتوب داریم ای مقاماتو ای تاجیکستان تا روسیه همش اتوید نیست همین من خواستم که ای میگه یک 11 ممکنه جدی مینیا برم انا یا جدی مینیا یک قبولش ای پیش 350 سومون بودال 6 همگی 500 چند سومون 600 هزار برکور چی برای همین من خواستم که خوی بیاوی بچه ما یا یوردم ممکنه ده باید که من بچه ما تجدی مینیا بدم اگر یک بار ای مسکوه یک هیوارم جدی مینیا رفت و پدرش گب زنه تلفن را پرت افتیم مقزن زدیم جدی مینیا خطی گب زدن نتونستیم من دوشنبه نه اومد که اچرت بگیره و جدی مینیا خطی مقصد خیلی گب زنه همه خطی تو همه قصولا در قیامو بستمو سوختیم گشتیم. وقتی که اون واسوی من عطا میگن نمیدونستن که پدریمونه اومدنی بود میام بچه میام امو دا فکر شو اتم کمی یا اتا گفتیم در جنگل تلفون نداره گب زنه اتا نخوکی همی یا کسی اوف نشوه که تلفون بده اما اتم قطیم گب زنه بعد خیلی کلون شید ایش اوش گب زدن قطی بچه بر اومد گب زدن فهمید بچه به حد دلسوزی مقصد و دین قریبی مومین مسلمون و گنده نیست نوستم انسانی خوبه مادرشم هم خیلی اولادی مومین مسلمون و کتاب خون و قرآن خون هزار رحمت میگم با کلینم که خدمت مینه بیمار نون او مینه من یگون کسیگه در خونم ندارم بعدی او دختریگه را شو دادم همو کلینه خیخ دارش که دخترها میوین میرون این دخترها با 5 گوهک بیوه باید دختریگم دختری اینوری دوره هم قرار توقت کرده است نون او مینه خدمت مینه یکون بار با این سنی دخترها جنگ جنجال نکرده است پیمورا نون او میکنه نوستم در خونه ماما شو برون یه روز میستن میان میگه من جوی فرزندم خرساندن قطعی همه فرزندم بعد نوستم همه پرسان چی میشه چکو مینی میگه که همین علم مینه که بگه و کلون شان من چی جواب میدم فرزندی وانم که من نموس نیافتم بچه کنجکیه کور مینا گوه کور نمینا میخره کور کدگیش ره پولی مینا میخره میگرده فکری خونه فکری پدر مادر ایورا نمیکنه به حد ای فرزندم نی ایمه داکش عذاب کشید
ای کولکیش چند نرکوز خود در صنف هفتیش زد اواریا کرد کارش قطی عملیسا زدش قریب چموش کور شوند امی بچه هم رو کرد ای قلیچه نیست گرفتم نمیدم ای سببای همون نرکوز و بوشت چی بوشت تو حوزی را پورینه با اواریا کرد دستش جوش کست حوزی با این خیستت لینو بود رفته با اوهانه اومدن دست روی کرد دستش با معیب شیده که جو میروند همه پرسه منه ای همه دقیق ترین و ارزمین ترین یکم بچه کلون ما فکریم بچه ما در جو بروم میگم تو فقط بگو من که جو میرم تو اون میویا که چی فکر رو در سری من میویا همیش نمیگه که جو میرم مادر جان تعریف فرزند زیننگ بینومو مادر جان گمانی بد نکن امید تکنده نکن انشاءالله فرزند شما در کی جایی که باشه انشاءالله پیدا میشه پگاه نصیب کردگی باشه من ویدیوش میکنم خاله جان شاید گفته باشند شاید نه 47 سال به نام نشان شدگی آدم پیدا شد از ناحیه واسه 47 سال 38 سال همین در پس زندان گذراندگی 38 سال در زندان بوده 2 مرتبه زندان شده در زندان برآمده سال 2010 با زندان شده با تا سال 2024 در زندان بود الحمدلله بعد از 47 سال پیدا شد چندین نفرای دیگه ای سالای 97 98 گم شدگی بودن و ای سالای 89 و 88 گم شده بودن الحمدلله با فضل الله پاک پیدا شدن ما سببیم هممون سببیم انشاءالله برادران هم انشاءالله دستگیری میکنن خاله جان زیغ نشو ناامید نشو ناامیدی این خودش این کار شیطان شیطان حلال میکنه تا اینکه ناامید باشی ناامید نشو امید نیستم دعا مینم دعای من همه وقت هست همه مادر برای فرزندش دویم دعا مینه ای همه امیدوارم من همه میخوام که اقلا بدونم که در ترمه هم باشه در جو باشه زنده بودنش من بفهمم بدونم که یک چیز در دلم انشاءالله پیدا میشه و خاله جان زیغ نشو در نمازکات دعا که خاله جان دعا که انشاءالله من سحر میخیزم خاله جان اولین درجه کار شما را میبینم میخیزم ویدیو شما را میکنم مونتاژ میکنم انشاءالله پگاه ویدیوتون در شبکه‌های اجتماعی میگذارم از افیرم از پخش مستقیم هم یگون پرچه از همین صحبتاتون میبرم در اونجا میمونم انشاءالله با فضل الله پاک انشاءالله فرزندت پیدا میشه دعا کن خاله جان ما همه سببیم فقط دعای خوب کن گمانی بد نکن انشاءالله پیدا میشه در آوی دیدت مرم خاله جان همسین سال مادری من بارید شما خداوند اصلا هر وقتی که بچهش میگه کپل کمک نه فقط گپش هم میاد جمع میگم چیکار می‌کنی من میگم فقط من جمع کنم برای تو کپل ککم میگه غن مینیم اگه عملیات قطعی غن مینیم دوی میگفت من کیور کنم لیاچیک میشم و چمن لیاچیک شم که واسه عملیات برم در مکم بگیرم بیام هر قطعی که او میگه نگم زمین بکفم من بدرم برام که بکفم شایگن کلون میشم و میگه اتم کمون راه نازی و چی جواب میدم که جوشی را تایده مادر جان اکی پنج میشه نفهمیدم ناحیه 5 اکی جوش میشه کلخوزی محور اوچسکای یوکوری خوجه همون از این پرتفتم وقتی که من به دستگاه پریزیدنت پرتفتم مکتوب همون مکتوب کپیش آوردم شما در پرتفتم که مقصد بخونید باید چی میفهمه من دیدم گلوسای شما را صورتاتون روان کردن دیدم صورتای ادنا کلاس گرفتگی دیدم همش تماشا کردم مادر جان من سحر انشاءالله الله نازنین تا سحر ساق سلامت باشه من اولین درجه پگاه ویدیوی شما را میکنم نوار شما را میکنم در شبکه‌های اجتماعی انشاءالله که نوار شما را میگذارم تا اینکه مردم بینن مثال پدیلیت کنن مادر جان دعا کنین برای بچهای تاجیک که در زندان ها قرار دارند به حد خدمت سخت میکنن اگر فرزندتون به یگان جرم گناهکار دانسته شده باشه و به زندان افتاده باشه انشاءالله در تمام زندان ها هستند
шиноса و مردم تاجیک خودمون در تمام جا هستن. انشاءالله صورت بچه تا میبینن. اگر در زندانا باشه انشاءالله کمک میکنم پیداش میکنیم. اگر که در یکم انشاءالله رسانویش میکنیم پیدا میشه به فضل الله. اولش الله نازنین خودش خاله جان اگر زنده ساق سلامت باشه انشاءالله پیدا میشه. زیغ نشین، فقط دعای خوب کنین، دعای خوب کنین انشاءالله. با دعای خوب خدا برکت یا دستگیری که نمیخوام که همجدی من یادم من خودم مهمونی اومدگیم تا 29 ینور وقت دارم تمام تا همین قرار من میگم یا علاج کنم جدی من یادم که تو کی را که باشه فرزندی من پیدا کنه شرایطم نمیرسه سون نمیرسه که منیا شدم برنامه روسیه همون را میگینه گازیتوش خوندم یک قبولش 350-60 و دال شش با برای چی کردن کوفتن ایس اوس 600,000 همگی مادر جان ما پگاه رسانویش کنیم. امی کانال من مادر جان امی کانال من امی یوتیوب کانال من خودش دیمینیه شدگی های. اولش فضل الله پاک ای همین شبکه اجتماعی چندین نفر پیدا شدن ویدیوشون کردیم الحمدلله پیدا شدن. فقط دعای خوب کنین انشاءالله پیدا میشه. زیغ نشو مادر جان من انشاءالله پگاه ویدیوش میکنم. من باوری دارم اگر زنده باشه انشاءالله پیدا میشه. زیغ نشو مادر. در زندان هم باشه بچه ها هستن تماشا میکنن همه روزه از زندان ها تماشا میکنن و از بیرون هم تماشا میکنن از تمام کنج گوشه دنیا تماشا میکنن. زیغ نشو مادر جان زیغ نشو دعای خوب کن. الحمدلله هستن شیرمردایی که پهن میکنن پیدا میکنیم انشاءالله. زیغ نشو مادر جان عموما فکر نکن. وقتی ما رسانوی کردیم 2-3 ویدیو کردیم رسانوی در تمام شبکه ها که گذاشتیم اگر که یکم فاید یکم چی نشد اقلا 1 هفته 2 هفته یا اینکه 1 ماه انتظار شیم چی گپ میشه بعد در جدی منیشم. اگر با ویدیوهای ما پیدا نشد اولش الله انشاءالله پیدا میشه. پیدا کی نشد با برای در جدی منیم برآمد کردن با کمک میکنم تا انشاءالله صدقه دهنه. زیغ نشه مادر جان انشاءالله همش خوب میشه. مادر جان چند ساله این؟ 1962 تولدم خودم 63 ساله سنتیابر در 63 ساله 63 سالی بود میشین. الله هم تانا دراز کنه خدا انشاءالله فرزندتون پیدا میشه باقی مونده 1960 والدم بهترین. زیاد نشه مادر جان اینمی من با جای فرزند تلفن شما را در اینجا سخرانید میکنم انشاءالله مادر جان تا همین پیدا شدن فرزند چی خدمت در کار شود انشاءالله میکنم. چیزی هست در اینمی رقم های واتساپ مینمی و رقمی که هازی گپ زدین همی رقم دا انشاءالله زنگ میزنید دائم همراه شما علاقه دارم. کی وقتی که گپ زد اولی بود اینجا من اینی تلفن که اولی پرامو افیر کردم کو این واتساپ دستی خود مایوزی با این واتساپ من انشالله بعد افیر با زنگ میزنم مادر مثال نمره این من روی بکنم در این واتساپ هم نویساندی جواب ندادم در اینش نویساندم. این واتساپ که شما نویساندین این واتساپ کارخانه مای به همین خاطر من نمره اومدم 10 روز ایستادم منم خودم خیلی را نمیفهمیدم. یک تشکیلی فیراد کردن همیجا اومدم در مسکو در یک مهمونی گفت که هم خیلی جاها هست. بعد چند روزید کفتم ای بابا لنگری را یافتم با برنامه تا چند روزید شب روز خونه دارم برنامه همه بلوگرها را تماشا مینم ای اوشا ای ایشا ای شما را ای همه شا یافتم. بعد با نمره شما را یافتم گفتم همین قطعی میبرم لنگری قطعی برم مدم قطعی گفتم ببرم
خدای سبب شوه و بچه من پیدا شوه. مادر جان زیغ نشو، انشاءالله پیدا میشه. دعای خوب کن. ما اینا همچون فرزندتون، ما با جای من هم یک مادر پیر دارم، از شما یک چند سال کلانتره، ولی گفتیو گپا او هم به سین سال پیری رسیده. یعنی من با جای فرزندتون، شما با جای مادرم، چی خدمت شد من از زنگ تلفن ما اینا داری، واتساپ ما داری، اوزی با من با واتساپ دستی خودم با انا یکم مسکو آمد روان تون میکنم با واتساپ هم همه همیار همونجا نویستگی هستن. این نمی صورت های کروچی این مادر من در روی کرای. خب بیا با پیش میبرم دیدین صورتی بچشم اگه او خواست صورت گیر نبود، اما ادنا کلاسیش تا پیش یکی چند سال پیش مونده بود، همین صورت هاشا داشتیم در چیش همیار آوردیم. خواهی انشاءالله که پیدا میشه مادر جان، زیغ نشم. رقم های تلفن تون این من سخرا نیت کردم. خلا عموما فکری چی نکن، دعا کن، در نمازات دعا کن، انشاءالله فرزند اگر زنده ساق سلامت باشه پیداش میکنیم. خلا به یگم جدی مینیا نه یگم جدی مینیا رو نه پول راست خود که نه هیچی. همین شبکه من خودش رنگ جدی مینیا شده گه، همین آدمایی که الحمدلله با فضل الله همین شبکه ما ویدیوش کردیم پیدا شدگم جدی مینیا را بسیار شدگه. خلا عموما فکری نیتو نکن، فکری خوب، فقط فکری خوب در برابر فرزند خودت برای ما هم دعا کن. درد از دست دادن فرزند و گم کردن فرزند مادر جان منم خوشرو میدونم، منم چشتگی می در دارم. برای منم دعا کن، برای فرزندای گذشته منم دعا کن که خداوند در روز آخرت دستگیر روز آخرت شوم. آمین. خداوند هم خیل شوه پروردگار شمورن ای فرزندات ای درد دلت ای سوخته جگرت آگاه هم مادر، دی درد ما هم چشیدگی داغی پر مادر تا ای فرزندای اول پدر تا که فرزندی پدر دیگه نمیوی، بعد ای فرزندکوت ای خته ای زن تا ای فرزندکوت ای خشته بود. آمین. زیغ نشم مادر. خداوند نگهدارت باشه پروردگار. مایل خوب مادر جان، با شما قطعی علاقه دارم ابراهیم انشالله.